کمربند مقدسی که زرتشتیان به دور کمر می‌بندند و آن را کستی می‌نامند 4 گره می‌خورد. 2 گره در جلو و 2 گره در پشت. این 4 گره معنا و مفهوم خاصی دارند و ارزش سمبولیک و نمادین دارند و همچنین ارزش اعتقادی. از یک سو این 4 گره نمادی از 4 آخشیج یا 4 عنصر یا همان عناصر اربعه آب و باد و خاک و آتش می باشند و زرتشتیان پیمان می بندند، عهد می بندند، کمر می بندند با نو کردن کستی و بستن کستی و زدن 4 گره که 4 آخشیج، 4 عنصر عناصر اربعه را پاک و پاکیزه نگه دارند و از آلودن آنها اکیدن پرهیز بکنند. البته از سوی دیگر این 4 گره بر 4 اصل و اعتقاد بنیادین مزدی نیز صحه می‌گذارند و بهدینان به 4 باور بنیادین و خلل ناپذیر که بدان استوار هستند شهادت و گواهی می‌دهند. گره نخست اشاره به باور خلل ناپذیر و استوار زرتشتیان به دادار اورمزد دارد. گره دوم که همانند گره اول در جلو زده می شود باور به دین بهی مزدی زرتشتی است و زرتشتیان با زدن گره دوم باور استوار و خلل ناپذیر خیش را به دین بهی مزدی زرتشتی تجدید می کنند، تأیید می کنند. گره سوم نشان از باور به پیامبری اشوزرتشت دارد و گره 4 نشانی است از باور به اندیشه و گفتار و کردار نیک.